با درود فراوان به شما همیهنان عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید شاد و خوش و تندرست باشید و ایام به کامتون باشه. کشور عزیزمون ایران در آستانه یک تغییرات بزرگ سیاسی است، همزمان با جنگ غزه توسط اسرائیل و در پی اون نتایجی که به دست اومد، نابودی حماس، حزب الله، سقوط بشار اسد و مکنون جنگی که اسرائیل با حوثی‌های یمن داره که اون هم به زودی از بین خواهند رفت، حوثی‌های یمن، و زمینگیر شدن هشت شعبی، آخرین نقطه از محور مقاومت توسط دولت عراق، نوید این رو میده که در سال جدید شاید در کمتر از چند ماه آینده شاید تغییرات بزرگ سیاسی در کشورمون هم باشه. ولی اون چیزی که باعث شد من این برنامه رو بسازم صحبت‌هایی که در نشست‌های سیاسی، محافل سیاسی میشه نسبت به اینکه در فردای ایران بعد از جمهوری اسلامی، ایران آزاد، چه نوع سیستم نظام سیاسی میتونه تضمین دهنده برقراری یک حکومت مردمی دموکراسی خواه و جلوگیری بکنه از استقرار دیکتاتوری باشه. اقبال عمومی اون چیزی که نشون میده در ایران سه نوع حکومت، سه نوع مدل حکومت هستش که میتونه بیشتر از همه، حالا اگه بیشتر از اون وجود داره، من تا اونجایی که میدونم این سه تا بیشتر یادم، پارلمانی، جمهوری، پادشاهی خواهی، اینا نظام‌هایی هستن که مورد اقبال عمومی مردم هستن و اینکه کدوم یک از اینا میتونه برای مردم آزادی بیاره، دموکراسی بیاره، جلوگیری از دیکتاتوری بکنه، به طور خاص باید گفت هیچ کدومشون هیچ تضمینی رو نمیتونن بدن. ما در تاریخ خودمون داشتیم نمونه پادشاهی بوده، محمد علی شاه قاجار و پادشاه مشروطه بوده که خود مجلس رو به توپ میبنده. فتح علی شاه پادشاه بوده، خب در اون زمان مشروطه نبوده، ولی خب به هر حال اونم اقداماتی کرده که به ضرر کشور تموم شده، منافع ملی رو به باد داده. و خب نظام جمهوری هم داشتیم، جمهوری اسلامی که خب نمونه بارز یک استبداد دینی بوده، به هیچ عنوان دموکراسی، آزادی خواهی و حکومت مردم بر سرنوشت خودشون هیچ موقع نبوده. در کشورهای اطراف خودمون هم داشتیم، هم نمونه پادشاهی هم نمونه جمهوری رو داشتیم. جمهوری خب برای ترکیه رو می‌بینید، اردوغان سالهای ساله که بر مسند قدرته و جالبه راهش هم یاد گرفتن هر سالم، یعنی هر چند سال یه بارم که انتخابات برگزار میکنن با یک سیستمی خودشون رو باز دوباره میارن، خود انتخابی میکنن، باز دوباره سر کار میان. چه پوتین، چه اردوغان، چه بشار اسد زمانی که رئیس جمهور بود، الان که سقوط کرده، اینا همه نمونه‌ای از نظام‌های جمهوری بودن. نظام پادشاهی عربستان هم مثال دیگری از نظام پادشاهیه که به هر حال حالا جدا از اینکه رضایت مردم از اونها چقدره، ولی سیستم روندی که برای اداره کشور دارن به هیچ عنوان دموکراتیک و برخواست از نظر مردم نیست. در موارد بسیار اندک هم اگر نیاز به مشورت باشه، مشورت در بین شاهزادگان سعودیه و مردم در اون نقشی رو نداره. بنابراین از این میشه این رو برداشت کرد که اون چیزی که باعث استقرار حکومت مردم میشه، یک آزادی، یک دموکراسی، یک جلوگیری از دیکتاتوری میشه، این نوع حکومت نیست. در واقع ما در اینجا یک تصویر بزرگتر از اون چیزی که دموکراسی رو رقم میزنه رو داریم فراموش میکنیم و اون بودن نهادهایی به موازات و مستقل همزمان با دستگاه اجراییه که ما اگر اونها رو به صورت مستقل با هویت جدا اصلا نداشته باشیم، هر نوع از این حکومت‌ها اگر انتخاب بشن در فردای بعد از جمهوری اسلامی توسط مردم، آرای مردم، هیچ گونه تضمینی رو نمیده که ما در فردای بعد از جمهوری اسلامی هم دارای یک ثبات، نظم و دموکراسی باشیم و دیکتاتوری پدیدار نشه. بنابراین برای نمونه میخوام بگم اینکه اگر ما یک مجلسی رو داشته باشیم که از خودش یک هویت مستقل داشته باشه، یک شورای ملی باشه که برخواسته از نظر مردم باشه، نماینده‌های اون نماینده‌های به حق مردم باشن، راندخوار نباشن، دزد نباشن، آلوده نباشن، خودشون رو فقط و فقط متعهد به کشور، منافع ملی و قانون اساسی کشور بدونن و بتونن خودشون رو همگام و همراه دستگاه اجرایی بکنن و نظارتشون رو داشته باشن در عملکرد دستگاه اجرایی کشور، فارغ از اینکه هر نوع دستگاه اجرایی کشور در فردای ایران پدیدار بشه از طریق رأی مردم، چه جمهوری، چه پارلمانی باشه، چه پادشاهی باشه، میتونن تضمین بدن که این قدرت رو میتونن کنترل کنن. یا ارتشی رو داشته باشیم که برخواسته از نظر مردم باشه و برای مردم باشه، قسم خورده خاک ایران باشه. اینکه حالا به ارتش‌ها پسوند و پیشوند پادشاهی، شاهنشاهی یا جمهوری میدن که ما هر دو نمونه‌اش هم داشتیم، ارتش شاهنشاهی داشتیم، ارتش در حاضر میگن ارتش جمهوری اسلامی، که این غلطه. ارتش فقط متعلق به خاک یک کشوره، تعهدش فقط به منافع ملی، تمامیت ارضیه، پاسدار کشوره،
نگهبان کشوره. بنابراین این رو خواهشاً بهش پسوند و پیشوند ندید. ارتش رو نگید ارتش شاهنشاهی یا ارتش جمهوری. این ارتش ایرانه، ارتش خاک ایرانه. شما وقتی این پسوند و پیشوند میدین، این رو ملزم میکنید به پایداری، به بقای اون نظام، در صورتی اگر اون نظام برای کشور به ضرر باشه، به ضرر منافع ملی عمل کنه، تمامیت ارضی کشور رو به خطر بندازه، عملا شما با این کار، با این ترفند ارتش اون کشور رو خنثی میکنید، ارتش اون کشور رو عقیم میکنید و نمیذارید کارش رو، وظیفه‌ش رو انجام بده که همون حمایت، حفاظت از منافع ملی، دفاع از تمامیت ارضی. باید ارتشی رو داشته باشیم که برای خاک کشور بجنگه، جدا از گرایشات سیاسی باشه، که هر زمان دست از پا خطا کرد دستگاه اجرایی کشور بتونه عمل کنه، وارد عمل بشه و از کلیات قانون اساسی کشورمون بتونه دفاع بکنه. در کنار اون اگر دستگاه قضایی خوب داشته باشیم، دستگاهی که خودش آلوده نباشه، عدالت اجتماعی رو بر اساس قوانین اجتماعی انجام بده، نه قوانین دینی و مذهبی، همه افراد جامعه رو، همه احاد جامعه رو بتونه اونطور که هست و وجود داره ببینه و از حقوقشون دفاع کنه. این گرایشات قومی و به هر حال ملاحظات دیگر رو در اون لحاظ نکنه، بتونه در تمام نقاط ایران یک صدای واحد رو داشته باشه و برای همه کار بکنه. ما اگر اینها رو، این احاد، این نهادها، دستگاه‌های مختلف رو در کنار هم داشته باشیم، به موازات دستگاه اجرایی کشور که فارغ از اینکه چه نوع حکومتی هست، چه پادشاهی باشه، چه پارلمانی، چه جمهوری، میتونیم مطمئن باشیم که این توزیع قدرت به گونه‌ای هست که اگر یک نهادی بخواد خلاف اون عمل بکنه، در جهت غلط اون عمل بکنه، میتونه به پا خیزه و اون رو اصلاحش کنه. در واقع باید جوری این ساختار باشه، جوری ساختار کشور به گونه‌ای باشه که فقط تمام امور در دست یک دستگاه نباشه. دستگاه اجرایی رو تماماً به کنترل همه امور نگیریم، اون رو نذاریم، دستش رو باز نذاریم که اون کاری که دلش میخواد بکنه. اگر تمام این موارد رو در نظر بگیریم، قدرت رو به گونه‌ای پراکنده کنیم که همه نهادها، دستگاه‌های مختلف بتونن از این اهرم استفاده کنن و جلوی تعدی، تعرض به یکدیگر رو بگیرن، حقوق مردم رو پایمال نکنن، میتونیم مطمئن باشیم که فارغ از اینکه هر سیستمی در فردای ایران از طریق رأی مردم حاکم بشه، نمیتونه حقوق مردم رو نادیده بگیره، حتی اونایی که به اون نوع حکومت رأی ندادن. و این اون چیزی که ما باید در فردای بعد از جمهوری اسلامی لحاظ کنیم که متأسفانه من کم دیدم کارشناسی بیاد صحبت کنه از این مسائل، استقبال کنه که ما اون چیزی که نیاز داریم در حال حاضر نوع حکومت نیست. نوع حکومت رو هر کسی پای صندوق‌های رأی باید انتخاب کنه، به اون رأی بده و بر اساس میزان اون رأیی که اکثریت به اون میدن باید هرچیزی هست که قابل احترام باشه. ولی اون چیزی که باید الان ما معطوف به اون باشیم، به اون دقت کنیم، اینکه ما نیاز داریم نهادهای مستقل، نهادهایی که داره هویت شخصیت جدا هستن، همزمان به موازات دستگاه اجرایی کشور کار کنن، قدرت توزیع بشه. این توزیع قدرتی که در تمام کشورهایی که شما می‌بینید، در امریکا، در فرانسه، تماماً توزیع قدرتی که میتونه تضمین بده که یک کشور میتونه در راستای درستی حرکت بکنه. اگر یکی از این دستگاه دچار فساد بشه، دچار اختلال بشه، دستگاه دیگه میتونه اون رو اصلاح بکنه و مسیر اصلیش برگردونه. این کل مطلبی بود که میخواستم در این ویدیو به شما بگم. این بود که باید بیشتر دقت کنیم، حواسمون به این مورد باشه. انتخاب حکومت میتونه برای خودش نکات مثبت و منفی هم داشته باشه. هر کدوم از این سیستم‌ها دارای معایب و حسنای خودشون هستن، ولی در کل اون چیزی که مهمه توزیع قدرت در بین نهادهای مختلف، دستگاه‌های مختلفه که باید به اون اهمیت بدیم. تا دیدار دیگر، خدا یار و نگهدار شما.